پشت سر من ورزشگاه المپیک روم رو می‌بینیم توی ایتالیا. به سمت استادیوم المپیک روم نزدیک میشیم به استادیوم بازی آس روم ایتالیا و آتلانتا. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. خب رسیدیم استادیوم المپیک روم، بلیتشو گرفتیم و داریم میریم داخل. از همینجا شروع میشه تور استادیوم المپیک روم. همونطور که میدونید این استادیوم برای باشگاه آس روم و لاتزیو استفاده میشه. تیم آبی و قرمز شهر روم هستن. دو تا تیم خیلی پرطرفدار هستن و طبیعتا برای تور و بازیاشون مثل بازی استقلال پرسپولیس توی شهر هستن. خب همینطور که میبینید پیرانه یادگاری از بولت هستش اینجا و حالا پیرانه دیگه کیالینی، کنتی و بازیکن‌ها، حالا همشون هم فوتبالیست نیستن، مثل بولت که خودتون دیگه میشناسید یکی از بهترین دونده‌های جهان هستش. این هم پیرانه الکساندر نستا که یه مدل ایتالیایی هم بود. حالا اونایی که یه خورده قدیم‌تر فوتبال نگاه می‌کردن، یه زمان الکساندر نستا توی لاتزیو بازی می‌کرد و بعدش به اینتر میلان اومده. پیرانه اسطوره باشگاه آس روم فرانچسکو توتی، قبلیش هم مانچینیه، یه خورده قدیمی‌تر مانچینی، الان سرمربی هستش. ایموبیله بازیکن لاتزیو، اینم الان یکی از بازیکن‌های خوب باشگاه اینتر میلان. پیرانش به یادگاری دروسی، من خودم اون پیرانشو داشتم. یکی از بازیکن‌های محبوب آس روم. مونتلا، یه زمانی جواد خیابانی میگفت خوشحالیای وینچنزو مونتلا. اینجا یه ماکت کلی از استادیوم المپیک روم هستش که حالا ماکت اصلی روم و اطرافشه. این ورزشگاه هستش، کنارش یه دونه استادیوم دیگه. اینجا هم زمینای تنیس که بین المللی هم از بازی بین المللی برگزار میشه. ساختمون باشگاه، کلا استادیوم و این فضا و محوطه دورش، اونم همون رودیه که گفتم کنار استادیوم قرار داره، یه پل داره میاد. یه ماکت خیلی شیک از فضای کلی استادیوم. این استادیوم هم سال 1958 افتتاح شده و اما اولین بازی 1953 چند سال قبل از افتتاحیش برگزار شده. این هم یه توپ یادگاری از بازی‌های جام جهانی توی این استادیوم نگهداری میشه. این حالا پرچم و این استوک از بازی آس روم و لاتزیو، دربی معروف شهر روم هستش که سال 2013 گذاشتن و یه سری یادگاری‌های دیگه. این نایک 90 هم استادیوم، تو همین استادیوم حالا بازیایی که کردن برای فرانچسکو توتی اینجا گذاشتن و یه سری این یادگاری‌ها دیگه. استوک و بازبند کاپیتانیه و این برم یه دونه از پیرانه‌های خیلی قدیمیه که برای سال 1960 تیم ملی ایتالیا. این محوطه هم که می‌بینیم محوطه‌ای که بعد از بازیکن‌ها میان برای مصاحبه، اون مصاحبه‌ای که حتما آخر بازی‌ها می‌بینید. حالا بهترین بازیکن یا یه نفری که انتخاب می‌کنن میاد پشت این میکروفون صحبت می‌کنه با مربی‌ها. این همون محوطه است.
طبیعتا بعد از بازی میان اینجا مصاحبهشون میکنن، فیلمبردارا عکاسا وای میسن و اون 4-5 دقیقه که آخر بازی همیشه میبینیم اینجا هست. بریم. خب دوستان، صدای منو از ورزشگاه المپیک روم میشنوید. بازی حساس آس روم و لاتزیو، دربی شهر روم از شبکه اسکای اسپورت. خب این تونلی که اومدیم قشنگ تونلی بود که اتوبوس‌ها میومدن و بازیکن‌ها از اینجا میان میرن سمت رختکناشون برای شروع قبل از بازی. خب اینجا هم رختکن تیم ها هستش که با هم دیگه میریم داخلش و میبینیم. من لوگوی باشگاه آس روم میبینم، اینجا هم همینطور لوگوی باشگاه آس روم. So this is Mourinho's locker room and collapse. Okay. Massage zone, shower, bathroom, and the room where they change the t-shirt. Okay, thank you. You're welcome. خب اینجا هم اتاق مربی‌ها هستش، اونورم که برای دوش و ماساژشون هستش برای باشگاه آس روم. اینجا هم که قسمت دوست داشتنیه که شاید همه بینندگان مثل من دوست داشته باشن اینجا رو ببینن و نزدیک بیان ببینن تیم آس روم کجا حالا تعویض لباس میکنه. یه زمانی فرانچسکو توتی همین رختکن میمده لباسش رو عوض میکرده. اینجا قسمتیه که فقط مخصوص آس رومه و تیم لاتزیو توی یه دونه دیگه از رختکن‌ها لباس عوض میکنه و زمان دربیشون خب طبیعتا اینجا اتاق تعویض لباس تیم آس رومه و لاتزیو رو هم بعدا میریم با هم دیگه میبینیم. حالا اینجا هم که حق نداریم دست به لباسا بزنیم، اما اولش توضیح داد. پیرنهای جدید باشگاه آس رومه، این هم صندلیاشونه و کنارش هم یه دونه کمد هستش که حالا وسایل شخصیشون رو میذارن. اسم بازیکن‌ها رو هم روی کمداشون نوشته شماره 14 و طبیعتا میدونم که شماره 21شون یکم محبوباشونه، پائولو دیبالا. این پیرن پلگرینیه، بازیکن شماره 7 آس روم. و آخری هم پیرن پائولو دیبالا شماره 21 آس روم که همین این فصل سال 2022 از باشگاه یوونتوس اومد به آس روم. حالا من میشینم اینجا یه عکس یادگاری هم میگیرم. خب باتیستوتا و فرانچسکو توتی، یه زمانی باتیستوتا هم اینجا بازی میکرد و یه عکس قدیمی که توش کرسپو و ورون هم هستن. اینجا هم بگیر اتاق داوراه، این اتاق رختکن داوراه، نه همون یه بگیر بیا. برای حسابی این اتاقی که داریم می‌بینیم برای رختکن تیم میهمانه. حالا چه لاتزیو بازی میکنه، چه تیم ملی ایتالیا، چه آس روم، اینجا برای تیم میهمان استفاده میشه. این قسمت حالا اتاق ماساژ و اونور دوشاش هستش و همینطور سرویس بهداشتی. اینجا هم سشوار، حالا این چیزایی که باش بدن رو خوش میکنن. و میریم خود رختکن هم میبینیم، رختکنی که الان با لباس تیم ملی ایتالیا حالا درستش کردن، تزیینش کردن، ولی برای تیم‌های میهمان استفاده میشه. اینم از اتاق تیم‌های میهمان استادیوم بود. بریم برای رختکن تیم لاتزیو. همه باشگاه لاتزیو اینجا کلا دیگه متعلق به تیم آبی شهر رومه. اینجا ورودی رختکن تیم لاتزیو هستش که
این تیم آبی شهر روم که خیلی هم پرطرفداره. پیرن ایموبیله است، یکی از معروف‌ترین بازیکناشون. حالا این توی قسمتی که رختکن تیم لاتزیو هستش، علاوه بر اینکه اسمشون نوشته روی این کمد، عکس بازیکن‌ها رو هم زده، عکس جدیدشون و زنشون هم گذاشته. اینجا هم کاپ جام جهانی و چمپیونز لیگ رو گذاشتن و خیلی زیبا. این ورودی استادیوم قسمت قرمزشه برای آس روم و قسمت آبیشه برای لاتزیو. بازیکنان میرسن اینجا دیگه میرن برای بازی. خب اینجا هم جاییه که بازیکنهای ذخیره میان میشینن و قبل از اینکه وارد مسابقه شن، حالا اگه خوزه مورینیو بهشون دستور ورود بده، فکر میکنم نشستم جای خوزه مورینیو دقیقا. حالا میریم قسمت تیم لاتزیو ایتالیا میشینیم. اینجا تیم لاتزیو وقتی بازی میشینه و تیم میهمان اونوره و برعکس، وقتی روم بازی رومیا اونور میشینن و تیم میهمان اینور میشینه. اینجا هم یه شبیه سازی از چمنی که تو استادیوم هستش و قسمتی که خاکی که زیرش هستش برای سیستم حالا خالی شدن آب و یه ذره بالاترشون چمنش و اصل چمن. خب اینجا بازیکن‌ها دیگه از ورودی تونل میان، قشنگ این دوربین میگیره روشونو و توی اسکوربورد الان طبیعتا شما تصویر منو دارید و از این قسمت میاد بالا و به سمت چمن میرن. اینجا هم آرم المپیک و پرچم کشور ایتالیا. این قسمت های VIP استادیوم هستش که میبینید و خیلی دیدش به زمین و نیمکت دوتا تیم نزدیک هستش و گرونترین قیمت بلیط های استادیوم رو اینجا داره. صندلیاش هم خیلی شیکتر و نرمتره و واقعا چه کیفی میدن اینجا بازی نکنه. البته یه ایرادی هم دوتا نیمکت کامل نمیذارن این گوشه زمین رو تماشا کنید بازی رو. وقتی بازی حساس باشه تو بیاد این گوشه نمیتونید ببینید. ولی بالاترش خیلی بهتره. ولی این صندلیایی که توی این قسمت قرار گرفته شبیه همون صندلیه، خود رنگش فرق میکنه و شیکتره و خیلی راحته، مثل مبل صحنه‌های بازی که از دست بدید توی استادیوم میتونید توی این LCD جلوتون تصویر بازی رو داشته باشید یا صحنه‌های آهسته رو داشته باشید.
این صندلی‌ها هم قسمت VIP استادیوم هستش و خیلی راحته. حالا مانیتور بزرگتری داره و دیدش به استادیوم دیگه خیلی خیلی بهتره و فکر میکنم مخصوص آدمای مهمی باشه. قسمت بالا رو هم اگه نشون بدیم اون قسمتیه که خبرنگارا میشینن و قسمت شیشه‌ای رو میگم. روی اینجا هم که کلا مسقفه و روی تماشاگرها زمانی که بارون میاد بارون نمیریزه. این قسمت هم قسمت تالار استادیوم هستش، جاییه که بین طبقه اول و دوم قرار گرفته و بین دو نیمه و قبل از بازی یا حالا بعد از بازی افرادی که توی VIP و جایگاه ویژه هستن میتونن بیان این قسمت و حالا غذا یا مشروبشون رو صرف کنن. این هم مشعل بازی المپیک، حالا عکسش به یادگار اینجا هستش و تماشاگرای قدیمی تو همین ورزشگاه. خب رسیدیم قسمت شاپینگ استادیوم المپیک روم. بریم ببینیم توی قسمت شاپینگش چی داره. قیمت این پیرن 86 یوروه. قیمت شالا که برای باشگاه لاتزیو هسته 14 یوروه و این پرچم‌های کوچیک قیمتشو 15 یوروه. خب ورزشگاه المپیک بود، درب اصلیش سمت چپ من قرار گرفته و پشت سر من هم یه دونه دیگه زمین داره. زمین حالا شماره 2 هست، بیشتر برای تمرین هستش که حالا من نمیدونم آیا تیم اینجا تمرین میکنه یا نه. اون مجسمه‌های معروف ورزشگاه المپیک هستش که دور زمین دوش قرار گرفته. این قسمت سمت چپ من این ساختمونای کمیته ملی المپیک ایتالیا و شهر روم هستش که این زمین برای کمیته المپیک هستش و به صورت اجاره در خدمت تیم آس روم قرار گرفته و همینطور لاتزیو. من خودم حقیقتا نمیدونستم که آیا واقعا تمرین انجام میدن. حالا تمرین فوتبال خاصی انجام نمیدن، همینطور که تو تصویر میبینید ورزش‌های مختلف از سنین مختلف دارن اینجا ورزش میکنن و یه حالت محلی داره. حالا تیم خاصی اینجا تمرین میکنه، چمنش هم فکر نمیکنم مناسب تمرین یه تیم باشگاهی حرفه‌ای مثل آس روم و لاتزیو باشه. یه چیزی که خیلی جالب است برای این استادیوم توی فضای قرار گرفته که این فضا کاملا حالا درسته توی شهر هستش ولی دور استادیوم یه طرف جنگل هستش و این ورش هم رودخونه هستش و یه آب و هوای خوبی داره. اونجوری نیست که استادیوم تو مرکز شهر باشه و دود و آلودگی باشه و حالا برای ورزشکاران ضرر داشته باشه. فکر می‌کنم که این جنگل خیلی کمک بکنه و همینطور رودخونه‌ای که کنارش هست.
سمت استادیوم المپیک روم. نزدیک میشیم به استادیوم. واقعا یکی از نقطه ضعف‌های استادیوم، هنوز به استادیوم نرسیدم، این بود که روز بازی که حالا تقریبا استادیوم پر میتونه باشه، این استادیوم که دومین استادیوم بزرگ کشور ایتالیا هم هستش، جای پارک مناسب نداشت برای این ظرفیت. وقتی ظرفیت پر میشه ماشینا کنار خیابون همه پارک بودن و چند تا خیابون بالاتر هم من همه رو دیدم، حتی کنار اتوبان یا بزرگراهی که به اینجا میرسیدم همه پر بود. و بالاخره من حدوداً 3-4 کیلومتر دورتر از استادیوم تونستم یه پارکینگ خصوصی گیر بیارم. یکی از نقطه ضعفش بود استادیوم. یه چیز دیگه که خیلی خوبه اینجا، الان جلوی من دقیقاً یه خانواده، یه زن و شوهر به همراه بچه‌هاشون، یه دختر و پسر دارن با هم دیگه میرن استادیوم روز تعطیلشون. خیلی خوبه. امیدوارم که شاهد چنین صحنه‌هایی توی کشور خودمون هم باشه. اینجا وایسادیم. یه استادیوم، حالت استادیوم. اینجا ساندویچشون هم بگیریم بخوریم ببینیم چه مزه‌ایه. همونطور که می‌بینید همه دارن به سمت استادیوم میرن. Thank you. هر چقدر برای ماشین جا پارک کم بود، برای موتور جا پارک هستش. خیلی از نوجوانایی که دارن میرن استادیوم میبینن با پیرهن 21 دیبالا، خرید جدیدشون که از یوونتوس گرفتن، دارن میرن استادیوم. و یه خورده قدیمی تراشون هم اکثرا پیرهن توتی تنشونه، پیرهن قدیمی. خب اینجا اولین نماییه که میتونیم از استادیوم داشته باشیم. خب اینجا هم قسمت معروفی که میگردن. خب قسمت چکینگ اولیه هم رد کردیم. سلامتی بچه‌های استادیوم آزادی میان با خودشون هم نارنجک میارن. اینجا یکی از ورودی‌های در شرقیشه و ما باید بریم قسمت شمالی. A difendere la porta lui, Patrizio. این بازیکن‌های آتلانتا هم اومدن برای گرم کردن و این برم بازیکن‌های تیم آیس رومن. صدا خیلی زیاده میدونم و فکر نمی‌کنم صدای من خیلی خوب بیاد، ولی این بازیکن آیس روم آبراهام و دیبالا هم تو ترکیب هست. داورام که دارن گرم میکنن.
گرگ معروف آیسرومه و نماد پرچم آیسروم. یه چیز خیلی باحال، یه اتفاق خیلی باحال، نمیدونم صدام هست یا نه، ولی یه عروس و داماد روز عروسیشون اومدن استادیوم. عروس که با لباس عروس تو اون قسمته، نمیدونم دیده میشه توی تصویر یا نه. حدوداً 14 دقیقه دیگه بازی شروع میشه و تیم‌ها اومدن گرم کردن و رفتن برای لباسای مسابقه رو پوشیدن، اومدن آماده برگزاری مسابقه شدن و همطور که میبینید آبپاشا یه خورده قبل از بازی زمین رو آب میدن تا آماده بازی بشه. Allenatore il signor Giampiero Gasperini, Sportiello, Rossi, Ottoli, Ruggeri, Soppi, Malinowski, Lockman, Muriel. Questa è Roma e noi siamo là! In porta numero 1, 3! Numero 23, Gianluca! Numero 6, Chris! Numero 3, Roger! Numero 19, Zeki! Numero 4, Brian! Numero 37, Leonardo! این نایلونا که تو دست تماشاگرها می‌بینید اینا رو صندلی‌ها هستن برای اون طرحیه که تماشاگرها به استادیوم میخوان بدن. رو بعضی صندلی‌ها این زرشکیه و بعضی جاها زرده. توی این قسمت هم تماشاگرهای آتلانتا رو می‌بینیم، خیلی کم هستن ولی اومدن همه تیمشون رو تشویق می‌کنن. بین دو نیمه بازی آتلانتا و آیسروم نتیجه یکیش به نفع آتلانتا.
تماشاگران دیگه کم کم دارن از استادیوم میرن بیرون و استادیوم رو خالی میکنن. بازی با نتیجه 1-0 به نفع آتلانتا تمام شد. ورزشگاه المپیک شهر روم، تیم روم خوب بازی کرد اما نتونست بازی رو حتی مساوی کنه. استادیوم خیلی خوب بود. استادیوم 70,000 نفری، دومین استادیوم بزرگ کشور ایتالیا که امروز تقریبا 62,000 نفر توی استادیوم حضور داشته. این قسمت هم تماشاگره دو آتیشه روم می‌بینید که حتی بعد از باختم وایسادن و دارن تیمشون رو تشویق میکنن. استادیوم دیگه تقریبا داره خالی میشه. سمت دره خروجی میریم. قسمت هم بوفه های استادیوم بود. برای طبقه اول قیمتاش هم نسبتا خوب بود نسبت به استادیوم های دیگه که خیلی گرونه و چند برابره. اینجا خوب بود قیمتاش. بازی تموم شده و تماشاگرای روم ناراحت دارن میرن سمت خونهاش. حتی انصافا بعد از بازی هم تماشاگرها بازیکناشون رو تشویق کردن و خبری از اون فحش و بی‌غیرت و اینا هم نبود. بسیاری از تماشاگرها منتظر اتوبوسن. ویدیویی که دیدید از استادیوم المپیک روم شهر روم ایتالیا بودش. امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگه از این دست ویدیو دوست دارید با دوستانتون به اشتراک بذارید، لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار.